دیگه هر چی وی پی ان داری رو گوشیت همه رو پاک کن. نیازی هم به خرید کانفیگ پولی هم نیست. یه وی پی ان بهت معرفی میکنم، فکر کن انقدر خوبه که با اپراتورهای ایرانسل و همراه اول که انقدر داغونن سازگاری کامل داره. نیازی به حساب کاربری نداره، مدت زمان هم نداره، این که بعد 10 دقیقه قد بشه بخوای ازش بخرید اکانت، هیچی نیاز نداره. تا هر وقتم که خودتون بخواید وصل میشه. من که پیجم کاریه که نیاز داشتم همیشه کانفیگ پولی بخرم واسه آپلود یا دانلود کردن. یک ماهی از فقط دارم از این برنامه استفاده میکنم. وی پی ان خط تیره فست وی پی ان سوپر. همونطوری که دارید نمادش میبینید. اگر واسهتون سخته که سرچش کنید، تو کانال تلگرام و پیج ما برین. از قبل لینک دانلود واسه آیفون و واسه اندروید گذاشتم واسهتون. بچا این محیط برنامه است، فقط کافی واردش بشین. چون اکانت نمیخواد، فقط کلیک کنید رو اون دایره وسط. بعد چند ثانیه وصل میشه. بریم تو اینستاگرام ببینیم تو سرعتش تو اینستاگرام چطوره. این اکسپلور بعد یکی دو ثانیه وصل میشه. حالا بریم واسه ویدیو پیشنهادی. میبینید مثل آب خوردن همه رو بالا میاره. حالا بریم واسه یوتیوب. همونطور که داریم اینم سرعتش تو یوتیوب. حالا یکی از ویدیو رو پخش کنیم. شک نکنید بهترین برنامه، بهترین وی پی ان موجود الان همین وی پی انه.